سلام احترامات. یک بار دیگر مولا احمد زی با بوجو کمپیت یا هلو کمپیتریت که ما شما برش میگیم سلام هموطن، در خدمت هموطن های گرامی هستیم. دوستای گرامی، درس امروزی ما به موضوع دلف ایدو میچرخد. البته درباره ازی قبلا به شما صحبت کردیم، معلومات داده بودیم. انشالله حال درساش پورا کردیم، تکمیل کردیم نوت ها را و به خیر آغاز میکنیم دیگه. در عین زمان دوستای گرامی یاد داشته باشین که درس اول ماست present tense of the indicative mode است. البته present tense یا زمان حال جاری را ما شما کار میکنیم که indicative mode و یا مثلا به ما شما یک چیز را نشان میدهد و یا یک چیز را هدایت میکند که چه قسم کار کنیم. درست است؟ و در عین زمان کدام درس که ما شما میخوانیم بالای چی تمرکز میکند؟ بالای سه گروپ که هر کدام از او یک گروه با همراه ای آر ختم می شود، همراه آی آر ختم می شود، همراه آر ای ختم می شود. درسته دوستان؟ و در عین زمان دوستان گرامی با شما یک گروپ فیسبوک جور کردیم. البته میتونین که شما دو جوین کنین. هر دوست ما که سوال داشته می باشه، پیشنهاد، انتقاد و یا به طور مثال میخواین که کمره که دیگه کار کنین یا به طور مثال فکر کو که بعضی اوقات پرکتس میکنین، درست است نه؟ مثلا یک مسیج نوشته میکنین، شیر میکنین در گروپ، یک دوستان نظریه میته و به هر صورت به خاطر پرکتس، به خاطر کدام موضوع سیاسی یا کدام قومی و غیره و غیره نیست. البته این گروپ صرف به خاطر از این است که دوستا استفاده مثبت کنه از پیشش. دیگه میتونین که در این گروپ جوین کنین و از این گروپ استفاده کنین. در عین زمان اگر چیز مشکل می باشه، چیز سوال به ما می باشه، اول ان شاء الله از ما که از شما زیاد یاد دارین. اگر چیزی می باشه بنده هم در خدمتتان می باشد. در اسلاید بعدی دوستای گرامی باز هم مثل که قبلا به شما گفتیم که دلف یک گرامرش به اتمام رسیده. حال ما و شما که استک کدام تاپیک ها و یا کدام موضوعات که در این پروگرام ایدو میخوانیم، البته او چی استک او همش اینجا استک که در پروگرام دلف ایدو استفاده می شود. خود دوستای گرامی در عین زمان از شما یک چیز دیگه تقاضا میکنم که او چی استک. او این است که البته در چینل ما موجود است که چه قسم شما میتونین کتاب ها را استفاده کنین. البته شما تنها به این نمیتونین که سلاید های مرا تعقیب کنین و ادو را به دست بیارین. برای از که شما بهتر نتیجه بیارین به دست و یا از ادو که بالاتر مثلا بی یک به دست بیارین یا بهترین مثلا سطح دانشتان بالا بره. البته اینجا کتاب ها تقریبا یک دو چهار سه هفت کتاب موجود است. مربوط شما میشه که کدامش انتخاب میکنین. ولی من که چیزی براتون پیشنهاد میکنم که فکر کو که یک کتاب اولی ای است که براتون پیشنهاد میکنم. کوشش کنین که همه روز، هر روز یک صفحه از این بگیرین بخونین. درست است؟ فکر کنین که صفحه آور یا لیسون ا از اینجا آغاز می شود. شما کوشش کنین که هر روز یک صفحه از این یا از یک صفحه بیشتر بخونین. ببینین اینجا به شما نوشته کرده، مثلا ببینین ا، سول، امی، آنتم. همین کدام لغات نو یا جدیده که شما میبینین مهربانی کنین در کتابچه تان علایده بنویسین. یا قلم کتابچه رو بگیرین، دیکشنری پیدا کنین، در دیکشنری بکشینش یا در گوگل ترنسلیت معناش در مقابلش نوشته کنین و سپلش کار کنین اگر میخواین که نتیجه خوب به دست بیارین. درست است؟ یک طریقه. خوبی دوم که در این موضوع است که چی است که شما میتونین که ذخایر لغاتتان بیشتر بسازین. شما اگر به طور مثال اگر بیخی ماستر گرامر باشین، لغات که یاد نداشته باشین بیفایده است. پس کوشش کنین که لغاتتان چی کنین؟ اضافه بسازین، ذخیرش اضافه بکنین. یک زمان خودم در فرانسه بودم، البته همین قسم که با شما میگم همین قسم لغت ها را کار میکردم دوستا. همین یک دوست ما از مردمای شمال بود، از مردمای قلدنگ ما بود.
یک روز که از او مذاق کردم، گفتم والا دوست من لغت ها رو زیاد کار میکنم، زیاد کار میکنم، ولی پس از مفکوره میره. میگفت نه نه نه، متوجه باشی امان جان که این موضوع رو در فکرت نیاری. گفتم چرا؟ گفتم این لغت ها رو کار کو کار کو کار کو کار کو، روزش میرسه که استفاده کنی، فکر کو که از تاقچه خودش هم که یک دانه پایین شده میره وقت استفاده. اما حقیقت میگفت. زمانی که زبان ما یاد گرفتم دوستا، در گفتگان در ریال موند یا در روی دنیای اصلی حقیقی با مردم صحبت شروع کردم، واقعیت که کدام لغت ها را که من از امو زمان یاد گرفتم امو خودش هم مستقیم آمده میرفت و من استفاده کرده میرفتم. پس به شما همین تقاضا را میکنیم دوستای گرامی که همین قسم بگیرین لغت ها را نوشته کنین در کتابچهتان، همراهتان کار کنین، سپل کار کنین و نتیجه خوب به دست بیارین. درست است. این کتاب اول است دوستا که به شما پیشنهاد کردم، و کتاب دومی که براتون پیشنهاد میکنم این کتاب است دوستا. البته خودمون به این کتاب به همین کتاب پرکتس کردیم زمانی که اکول د شوسه یا پاغتک ما درس میخواندیم دیگه. واقعیت کتاب است که بسیار عالی است. هر چیزی را که میخوانین اینجا دوباره شما میتونین که پرکتس کنین. از اینجا شروع میشود. درست است که لب پرزنتاسیون چه قسم شما پرزنت خود به کس معرفی میکنین. صحیح است. در نخست یک کمک بار براتون معلومات میده و بعدنش کلش چی است؟ پرکتس است. پرکتس سعی کنین. اینجا باز بر شما یک اندازه پرکتس داده شده و بعدن ببینین دیالوگ براتون داده و اینجا یک پرکتس، دو پرکتس، سه پرکتس. فکر کنید در یک موضوع که شما سه بار پرکتس کنین او 100% در حافظه شما سپرده می شود. به همین قسم پیش برین. دیگه دوستای گرامی خدا کنه که شما از این کدام موضوعاتی که به شما پیشنهاد میکنم استفاده درست کنین. صحیح است. دیگه میریم به طرف درس خودم دوستای گرامی. حالا دوستای گرامی infinitive verb. البته دوستا این قسم گفته می شود که ما شما امی infinitive verb یا مصدر قبلا خواندیم کنی در پروگرام A1، ولی موضوعات اینجا کم تغییر میکند. در اونجا ما شما صرف همه خواندیم که infinitive چی است یا مصدر چی است. درست است که an infinitive verb is the basic form of the verb that present an action as an idea or concept rather than the specific action of a subject. ببینین ما شما صرف همه خواندیم که فعل مصدر شکل اصلی یک فعل است که یک عمل را به عنوان یک تصور یا یک مفکوره یا یک مفهوم به جای عمل خاص یک موضوع ارائه می دهد. به معنای ازی دوستا که مصدر معنایش ای است که به ما شما هر عمل یا هر کاری که هست او را یک مفکوره بر ما شما پیشنهاد میکنه. درست است. یک مفکوره. ای به چی معنا؟ به معنای ازی که دوستا فکر کنین که اینجا to play ببینین در انگلیسی مصدر است نه؟ در این ما شما چی میگیم؟ بازی کردن. صحیح است یا ساتری کردن. خب امی بازی کردن یا ساتری کردن آیا در جمله استفاده شده؟ نه. خب زمانی که میگی که بازی کردن، انال بازی کردن چی؟ مثال بازی کردن فوتبال، بازی کردن والیبال، بازی کردن کرکت، بازی کردن در دنیا چقدر مثلا شطرنج و غیره و غیره و غیره و غیره. موضوع معلوم نشد نه؟ یک مفکوره شد. درست است دوستا؟ یک مفکوره شد یا یک مفهوم شد. تا بالا موضوع معلوم نشده. زمانی که شما امی بازی کردن در یک جمله استفاده میکنین او چی میشه؟ کانجوگیت میشه یا استفاده میشه از او و به شما یک معنا میسازه یا یک معنا میدهد. که معنای از او هر چیزی که باشه، مثلا بازی کردن والیبال، بازی کردن فوتبال و غیره و غیره. درست است. تا زمانی که به طور خلاصه براتون بگم، تا زمانی که یک عمل یا یک مفکوره یا یک فعل در جمله استفاده نشده باشد او چی است؟ او مصدر است. زمانی که در جمله استفاده شد چی میشه؟ فعل میشه. درست شد؟ به قسم. خب تم présent de mode indicatif. فعل جاری یا فعل حاضر اندیکاتیو چیزی که مثال که به ما شما اندیکیت میکنه یا نشان میده او چی است؟ اینجا ما شما کار میکنیم. Concentrez-vous sur les trois groupes de verbes se terminent par OR, IR ou RI.
حالا میگه تمرکز کنین بالای 3 گروپ که ترمینیت می شود یا ختم می شود. با چی؟ با ER, IR و RE. گروپ اول چی است؟ Le premier groupe, le verbe en OR. گروپ اول به همراه چی خلاص میشه؟ ER. گروپ دوم با چی خلاص میشه؟ Le deuxième groupe, le verbe en IR. و le troisième groupe, le verbe irrégulier. و فعل البته گروپ سوم چی است؟ افعال بی‌قاعده است. حالا شما درباره با قاعده و بی قاعده در سلاید های بعدی انشالله میفهمین. حالا متوجه شوین French has classified regular verbs into 3 groups based on the ending of their infinitives. er manger to eat, er finir to finish, ri attendre to wait. حالا میگه فرنچ یا فرانسوی که هستک میگه افعال به 3 گروپ دسته‌بندی کرده مصدرهای خود را. به طور مثال اینجا براتون گرفته شده که مانژه به معنای خوردن، فینیر به معنای ختم کردن یک کار یا هر چیز، اتاندر به معنای چی؟ انتظار کشیدن. و در ادامه از او ما شما رگولیر ورب او irregular ورب یا regular ورب یا irregular ورب داریم که در سلاید های بعدی irregular ورب کار میکنیم. رگولر ورب دوستا امو فعل های است که فقط در آخرش یک کانجوگیشن از این کانجوگیشن اضافه می شود و ایرگولر او است که مکمل شکلش تغییر میکنه. با اسلاید آخریش انشالله میفهمین. درست است؟ Le premier groupe, le verbe en OR. 80% of the French verb are ER verb. 80% افعال فرانسوی که است همراه چی ختم میشه؟ همراه ER که همراه چی کانجوگیت میشه؟ همراه از این حرف ها. به طور مثال aimer aimer به معنی چی؟ to like. j'aime tu aimes elle aime nous aimons vous aimez ببخشید nous aimons vous aimez elles aiment elles aiment. درست است دوستان؟ لغت بعدی که است شانته. شانته چی است؟ to sing آهنگ خواندن یا آهنگ سرودن. je chante je chante tu chantes elle chante یا il chante یا هم on chante. nous chantons vous chantez vous chantez elle chante elle chante. دیگه که هست jouer jouer به معنی چی؟ to play بازی کردن. درست است؟ je joue je joue tu joues tu joues elle joue یا il joue او یا هم on joue. او بچه بازی میکنه، دختر بازی میکنه یا آن هم مانند از ما استفاده می شود. دوستا کسانی که در سابجکت ها نمیفهمن مثلا به ژ تو ال ایل آن نو وو ال مهربانی کنین در پروگرام A1 اونجا سابجکت ها به شما داده شده، مهربانی کنین امور یک بار ببینین. درست است؟ ها ژ جو تو جو ال جو یا ایل جو یا هم آن جو نو جوون وو جوی ال جو ال جو. پس برای از اینکه حالا معلومات بیشتر درباره این براتون بتونم دوستای گرامی، شما میتونین که به اینجا به این سایت بروین کانجوگیشن. تشویش نکنین این به دسترس شما قرار داره. خب فکر کنین نوشته کنین که اینجا ام A-I-M-E-R درست است؟ ام اینجا بر شما گفته شده. ببینین اگر در تلفظاتش مشکل دارین j'aime, j'aime tu aimes tu aimes, درست است؟ elle aime il aime, درست است؟ nous aimons, nous aimons vous aimez vous aimez, و آخر است elles ils aiment. aiment. درست است؟ به این قسم. پس شما میتونین که هر لغت، هر چیزی که داشته باشین، هر فعلی که داشته باشین با اینجا بنویسین و استفاده کنین. و به یاد داشته باشین که این کدام سایت که به شما پیشنهاد میکنم دوستا، این سایت البته
اپلیکیشن موبایل هم داره، خود تشویش نکنین، میتونین که شما از او استفاده کنین. فقط برین اگر آیفون استفاده میکنین در اپل استور برین، و اگر تلفن در گوگل پلی برین یا اپلیکیشن دانلود کنین و استفاده کنین از پیش. خب دوستا، این گروپ اول بود که به شما تقدیم شد. حالا میریم به طرف گروپ دوم. در گروپ دوم دوستا به شما گفته شده که le deuxième groupe le verbe en ir. حالا کدام افعالی که با آی آر خلاص می شود. ببخشید the present tense of the regular IR verb drop the IR then add the IS IS IT و ISSONS و ISSEZ و همچنان ای پسوند. پس دوستای گرامی، زمانی که شما گروپ دوم افعال در فرانسوی استفاده میکنین او همراه چی ختم میشود؟ همراه آی آر ختم میشود و آی آر پس میشود. این چند کانجیگوزن در آخر از او اضافه میکنین. به طور مثال ببینین فینیغ. فینیغ به معنای تو فینش، ختم کردن، تمام کردن. je finis je finis tu finis tu finis elle finit یا il finit او یا هم on finit. nous finissions nous finissions vous finissez vous finissez vous finissez elles finissent elles finissent. متوجه هستین دوستان؟ به یک قسم تلفظ میشه. دیگه لغت به شما گرفته شده grandir grandir to grow بزرگ شدن، کلان شدن. درست است؟ یک طفل کلان میشه. j'ai grandi j'ai grandi tu grandis tu grandis il grandit یا il grandit او یا هم on grandit. nous grandissons nous grandissons vous grandissez vous grandissez elles grandissent elles grandissent. درست است؟ و در آخرش که هست réussir. البته مثال ها زیاد است، خسر به شما به طور خلاصه گرفتیم. réussir به معنای چی؟ to succeed to succeed. چی مانا؟ به معنای کامیاب شدن، کامیاب شدن. خب j'ai réussi j'ai réussi tu réussis tu réussis. به این معنی که من کامیاب شدم، تو کامیاب شدی. elle réussit یا il réussit یا on réussit. فکر کو که او بچه کامیاب شد، او دختر کامیاب شد و یا on réussit هم به ما استفاده می شود. درست است؟ خب nous réussissions nous réussissions. درست است؟ vous réussissez vous réussissez ils réussissent ils réussissent. در آخر چی؟ ils réussissent. درسته دوستا؟ پس این گروپ که هستک از استفاده می شود؟ از این کانجیگیشن ها استفاده می شود. حالا میریم باز هم در مو سایت تست میکنیم و به خاطر دوستا ای را هر بار شما را به اینجا میبریم که به این بلد شوین. درست است؟ ببینین اینجا براتون پیشنهاد میکنه وقتی که نوشته میکنین، اگر سپلش هم اشتباه هم کنین بر شما میگه. ببینین باز اینجا بیاین je grandis. Je grandis. ببینین تلفظش میتونین. Tu grandis. tu grandis. Il grandit. il grandit. nous grandissons. Nous grandissons. البته شما دقیقا تلفظ میکنم. Vous grandissez. درست است؟ vous grandissez و آخر هم elles grandissent. Ils grandissent. درسته دوستا؟ دیگه این گروپ دوم بوده که شما میتونین در اینجا استفاده کنین. هر لغتی که فکرتان میاد نوشته کنین و بر شما کانجیگیشنش اینجا استفاده میشه و یا البته به شما داده میشود. شما میتونین که از او استفاده کنین و یا سر از او کار کنین. درسته دوستا؟ خب باز میریم به طرف اسلاید خودان. گروپ دوم نیز به شما تقدیم شد دوستا. این گروپ سوم است. le troisième groupe le verbe irrégulier. حالا دوستای گرامی متوجه شوین. irregular verb and IR
verb NOIR, verb NRE, and the verb aller, to go. For this verb have DRE, drop. Drop it and then add the 6 ending DS, DS, D, DONS, DEZ او DONT. حالا دوستا به شما گفته می شود که زمانی که فعل به قاعده باشد چی می شود؟ همین کدام چیزایی که به شما اینجا، البته کدام حرفایی که به شما داده شده اونها پس می شود و از چی استفاده می شود؟ از اینها استفاده می شود. درست است؟ به این قسم. خب حالا میریم به طرف لغت نخست. ouvrir ouvrir to open. درست است؟ باز کردن. حالا باز کردن مثل قبلا که به شما گفتم که یک مفعول است، مصدر است، نه؟ وقتی که در جمله استفاده میکنینش باز چی میشه؟ او یک معنا پیدا میکنه. j'ouvre j'ouvre. اگر به جمله استفادهش میکنم مثلا j'ouvre la porte، من دروازه را باز میکنم. tu ouvres la fenêtre، تو چی میکنی؟ کلکین باز میکنی. به این قسم. elle ouvre یا il ouvre او یا on ouvre. درست است؟ nous ouvrons nous ouvrons. vous ouvrez vous ouvrez vous ouvrez. elles ouvrent elles ouvrent elles ouvrent. دوستان گرامی، البته ما شما فکر میکنم که در درس گذشته در پروگرام A1 خوانده بودیم زمانی که واول در شروع بعضی لغات یا بعضی فعل ها باشه و همراه اس یک جای خوانده میشه. مثلا nous ouvrons vous ouvrez elles ouvrent. درسته؟ به این قسم. لغت بعدی که به ما شما داده شده و موقع است. to die به معنای مردن. درست است؟ مردن دیگه حال معلوم نیست که چه قسم، مثلا یک مفکوره شد، نه؟ وقتی که زمانی که در جمله استفاده میکنیش معنا میگیری از پیشش. درست است؟ je meurs je meurs tu meurs tu meurs elle mord il mord او یا هم آن mord. nous mourons nous mourons vous mourrez vous mourrez. درست است؟ elle mord il mord il mord. اقسم. لغت بعدی که هستک یا فعل بعدی که هستک دوستا، البته مصدر بعدی گفته میتونیم. voir voir معنی چی؟ to see to see به معنای دیدن. درست است؟ je vois je vois je vois tu vois tu vois elle voit یا il voit او یا هم on voit. nous voyons nous voyons vous voyez vous voyez. بعضی اوقات که متوجه شده باشن به یگان دفتر که برین، نه که مثلا همراه شما بسیار با ادبانه سخن میگوید، چی میگه؟ vous voyez آیا شما میبینین؟ متوجه هستین؟ به این قسم vous voyez. درست است؟ و آخریش که هستک چی هستک؟ elle voit elle voit elle voit. لغت بعدی او یا مصدر بعدی که از دوستای گرامی savoir savoir to know فهمیدن. درست است؟ در جمله که استفاده میشه چی میشه؟ ببینین به خاطر که irregular است مکمل شکل ازی تغییر کرده. je sais savoir c'est je sais je sais که تو étudiant، من میفهم که تو شاگرد هستی. درست است؟ tu sais tu sais تو میفهمی یا تو میدانی. elle sait یا il sait او یا هم آن sait. مثلا او آقا میداند، او خانم میداند و یا آن سه هم به خود استفاده میتونی که من میدانم. به قسم. درست است؟ nous savons nous savons vous savez vous savez elles savent elles savent elles savent. لغت بعدی که هست دوستای گرامی اینجا ببینین attendre attendre
to wait انتظار کشیدن و کس انتظار می باشه نه. j'attends 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 من انتظار می کشم. to attend to attend یا to attend. فکر کنید که یک جای دقیق برای کسی منتظر هستین نوشته میکنید که j'attends یا to attend. تو منتظر هستی یا من منتظر هستم. elle attend یا il attend او یا on attend. او آقا او خانم و یا من انتظار هستم. nous attendons nous attendons vous attendez vous attendez. بعضی اوقات متوجه باشین دوستا اگه تا را گفتم attendez vous attendez vous مثلا میگه نه attendez vous یعنی منتظر باش به قسم. elle attend elle attend به قسم. vendre vendre چی مانا to sell فروختن. je vends je vends tu vends tu vends elle vend il vend او یا هم آن vend. و مقسم که او آقا او خانم یا من میفروشم. nous vendons nous vendons vous vendez vous vendez elle vend elle vend elle vend. لغت بعدی که از دوستای گرامی prendre prendre to take. je prends je prends tu prends tu prends elle prend il prend او یا هم on prend. nous prenons nous prenons nous prenons vous prenez vous prenez vous prenez elle prenne il prenne. هر چیزی که شما ترجمه دهید به خاطر که ال به خاطر آقایان و ایل به خاطر خانم ها. و در اخیر که هستک اله. این خب بسیار مشهور از دوستا تمام روز استفاده میکنه نه. اله to go به معنای رفتن. ببینین اله خودش مصدر است که خوب متوجه شوین. زمانی که کانجوگیتش میکنه میبینین شکلش مکمل تغییر میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر چی دوستا؟ به خاطر که irrégulier به قاعده است نه. خب je vais je vais je vais tu vas tu vas مثلا tu vas à la pharmacie. تو به کجا میری؟ به فارمسی میری. tu vas à la boulangerie. تو به کجا میری؟ به بلونژری میری. elle va il va یا هم on va. nous allons nous allons vous allez vous allez. ببینین vous allez بعضی اوقات که میگن allez vous یا allez vous درست است. و در اخیر هم چی هست؟ elles vont elles vont elles vont. دیگه دوستای گرامی این گروپ سوم بوده که irregular بوده که irregular یا بی قاعده بوده. درسته دوستا؟ باز هم چی میکنن دوستای گرامی؟ البته باز اینجا به شما معلومات آخری رو بگویم. این در کانکلوزن مثل دبیتیوت که به شما قبلا گفته بودیم که همیشه به شما کدام ریسورس یا کدام مرکز کجا که مثلا معلومات به شما جمع آوری میشود به شما پیشنهاد میشه که ببینین. در این زمان امی درس پی دی افش در چینل ما لینکش موجود می باشه میتونید که دانلود کنین و از استفاده کنین. در این زمان مصدر که مثلا موضوع درس A1 است کدام دوست ما که نمیفهمه البته این لینک است سر از کلیک کنین به مو ویدیو به مو درس ها میبریتون یک بار تماشاش کنین که مو درستان دوباره تکرار شوه و پس بیاین بخیر درس بهتر یاد بگیرین. و بیاین که همین موضوع را هم در سایت کانجوگیزم کار کنیم. اینی سایت کانجوگیزم است دوستا. باز هم ببینین اله ببینین اله نوشته کردیم درست است. زمانی که اله نوشته کردین ببینین اینجا بر شما کانجوگیزم شد داده. ببینین میخواین تلفظش کنین. Je vais. je vais دیدین tu vas Tu vas. tu vas elle va Il va. nous allons Nous allons. سیز vous allez Vous allez. و اخیر هم Ils vont. ils vont. درسته دوستای گرامی؟ خب
در مجموع انشالله کل چیزا رو به شما تقدیم کردیم. این موضوع مربوط شما میشه که حالا چه قسم از استفاده میکنین و چه رقم از این به دست میارین معلوماتتونه. به صورت عموم زمانی که شما این سایت باز میکنین البته به این قسم میباشه که شما میخواین که کدام زبان کار کنین، درست است؟ شما میتونین که از اینجا استفاده کنین، مثلا فرانسوی، انگلیسی و غیره و غیره و غیره، چندین زبان چیش هست و کدام موضوعات کدام لغت هایی که بسیار پاپولر است، بسیار مشهور است. ببینید most popular verbs به اینجا به شما داده شده دوستای گرامی. صحیح است؟ شما میتونین که از اینجا استفاده کنین و اگر نمیخواین میتونین که از اینجا دوباره برین بگیرین یا مثلا اون کدام لغتی که ضرورت دارین خودتان بگیرین، درست است؟ مثلا recevoir به دست آوردن. صحیح است؟ je reçois، Je reçois. tu reçois، Tu reçois. il reçoit. Il reçoit. ببینید متوجه Nous هستین؟ recevons. nous recevons، Vous vous recevez. recevez و آخر هم Ils il reçoivent. reçoit. درسته دوستای گرامی؟ انشاءالله الرحمن بسیار موضوع براتان بسیط ساده گرفته شده و در عین زمان بسیار همه چیز انشالله براتان قدم به قدم و به طریقه پروفشنال بر شما تقدیم کردیم. انشالله الرحمن مربوط شما میشه که چه قسم استفاده میکنین از اینها و در عین زمان دوستا به یاد نبرین اگه به چنل نوستین سابسکرایب کنین و همراه هموطنها و دوستای ما شیر کنین که همگی استفاده کنند و هموطنهای ما خودکفا شود. تا درس بعدی و موضوع بعدی شما را به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. خدا حافظ و نگهدارتان. خدا حافظ.